آجی احساس میکنم محمود وقتی استرس سلام بچه ها، من مموتی هستم و خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امروز اومدیم یه کاستوم تک به تک ویژه با یکی از قدیمی ترین دوستان به اسم امیر محمد. اسم چنلش هم AM6YT و اینکه 2 ساله که بچه ها داره فعالیت میکنه و واقعا حقش این نیست که الان مانیتایز نشده باشه هنوز و واقعا داره زحمت میکشه. حالا قبلا کارش ضعیفتر بود، الان کوالیتی کارش بهتر شده، ایشالله در آینده بهتر از اینا هم میشه. لینک چنل امیر محمد رو گذاشتم داخل دیسکریپشن چنلم و میتونین حتما به چنلش سر بزنید، کارش رو دنبال کنید، سابش کنید و ازش حمایت کنید. امیدوارم از تک به تک امروزمون لذت ببرین. این کاستوم کلا اینا نیستش، هیچ جنگی با هم دیگه نداریم، یه کاستوم عشقیه داریم میزنیم با هم دیگه. امیدوارم دوستش داشته باشین. اگر با ویدیو حال کردین اول از همه لایک، دوم کامنت، سوم سابسکرایب به چنل من فراموش نشه. اون زنگوله بی پدر بغلش هم بزنید که ویدیو میذارم نوتیفیکیشنش حتما براتون بیاد. عاشقتونم. بدون معطلی بریم سراغ تماشای ویدیو. همین محمد به نظر تو کاستوم کی میبره داداش؟ محمود بریم که هشیشت کنم دیگه. هشیش نه هشیش مگر اینکه بخورید آماش. البته ببین یه جمله هست که همیشه محموتی میگه جوجه رو آخر پاییز میمالن. آخر پاییز میشمالن. نه میمالن. آره همون میمالن. آره دستم خود ببخشید. آقا بچه یه چیزی رو بگم قبل از اینکه کاستوم شروع بشه. امیر محمد یکی از واقعا پسرای گلیه که من تمام این مدت میشناسمش و اینکه حتما برید از چنلش حمایت کنید. داخل دیسکریپشن من هستش. امیدوارم که یه دونه از اون وید پیکرهای زیبام نگاه کن، یا یخ میزنه یا یخ نمیزنه. ما جفتمون مشکل داریم، منم شیفتم خرابه. بچه ما از هر کدوم از یک ناحیه فلجیم متاسف. اوه وای حاجی امیر با اسپاس میدوه سمتم خواهیه میکنم داداش. وای اسپاسش خوبه. امیر خواهیه کن. ای بابا نه داداش پنیک شدم. پنیک شدم داداش. پنیک شدم. بنازم خیلی قشنگ. پنیک شدی تو دیروز خواهیه میکردی، الان پنیک شدی. وای شت هم گرفت. ای کرش کردم امیر. بچه ببینید من یه پنل دارم، این زیر میزه، مال میلادی نیست، اون پشته، اون پشت میذارتش، ولی مال من زیر میزه. بعد این کلا اینجوریه که اینجا چیکار میکنم، باد شده بودم اومدم. بعد اینکه ببینین مثلا زمانی که شما پنیک میشی میتونی این پیکنیک رو پایین رو بزنی که از حالت پنیکی در بیای. امیر بیا. امیر داره میسم تا خودم. امیر مرد عنکبوتی. امیر مرد عنکبوتی بیا. امیر اوه امیر همچنان اسپاس اوه شیفتم درد گرفت. نه یعنی شیفت درد گرفت داداش. چه حرفی بود تو زدی؟ گیر کرد. کلم در اومد کلم گیر کرد. وای خیلی خوب کاری کردی، یخه تو قرمز برداشتی ناموسم به مولا. آی بابا محمود نم کن. عالی قشنگ حاجی. ولی میدید چیه امیر، یخو نزدم گفتم بدون یخ راش دادم یه زارت هدم رفت. اونایی که منو میشناسن من بودن گان تخصصی من ووت پیکر، الانم ووت پیکر گرفتم. یعنی چی داداش ما کلین برو. عالی. ببین امیر محمد بیا اینجا، میخوام بیام صورتت، بیا آی تو آی صحبت کنیم. بیا اینجا اصلا با مش میزنم. بیا اینجا کی نه هیچی. بازی بیا اینجا کی. من میخوام اسکوپی بزنم. گاز رفتم به گاز بچه یه لحظه وایسی من پیکنیکو درجه‌شو ببرم بالا. یه لحظه بچه پیکنیکو درجه‌شو بردم بالا. این پیکنیکی جدیده ها 2023 جدید. نه ببین داداش من CMD کلیر میزنم به اسم هدشات. بعد من که داداش اسم CMD املو حواست باشه. امیر بیا دیگه. محمود اینجوری که هد زدی من پنیک شدم داداش. محمود پنیک شدم داداش.
محمود برو یه تیر. وایسا بیاد محمود پنیک شدم. بیا عزیزم، بیا. 8 شد. بیا بالا درجه پیکنیک جمع بالا. پیکنیک امیر درجهش یه راند بردم بالا دیگه. بیا دیگه چرا پنیک میشی؟ محمود جدی و پنیک بالا. هم میکنی. ببین اسم چیت من پیکنیکه. خب پیکنیکو که بزنی درجهش هم که ببری بالا. ببین درجه بندی داره، مثلا 100 آره. مثلا 100 زیر 100 زیر 50 بالا دیگه هست دیگه، مدل‌های مختلف داره. بعد اینو که میزنی حریفت پنیک میشه. آره پنیک آره. میشه، بعد خودت هم یهو شت میشی مثلا، میدونی؟ آره دتم گرفت. یهو مثلا وسط کاسم شتت میگیره، مثلا میگی داداش وایس من برم دستشویی شت کنم بیام. بگو هم بیا چقدر چرت و پرت داری میگی. تا حالا توی کاسم انقدر گوه نخورده بودم. وای بچه‌ها این یخه خیلی بده. بعد ما هر کدوم از یه ناحیه مصدومیم، میدونی؟ اون مثلا شیفتش مشکل داره، من این داستان دکمه آرم مشکل داره، اصلا یه وضعیت یقانه. بعد رو اینم چیدم. امیر میخواد یه دونه امضا بکوبه. امیر امده میخواد بزنه. واو. بچه ها هیت خورده ولی آخریشو بعدن. آقا محمودی ببخشید، دیگه من باید بیام یو ام پیو دیگه بالاخره منم دیگه موزخواهی میکنم، معذرت میخوام دیگه شد بالاخره. عذرخواهی نه ببخشید. یه نواسکوپ از دور. امیر واه یه نواسکوپ. پسم رفت. امیر یه کاری کردی پنیک شم، مجبور شم پنل رو چیز کنم و پنل پیکنیکی. آره پنل پیکنیکی رو بزنم. محمود از کنار بستان امیر رد شده. داداش پاسر ما رو کرده. تو یه لحظه دارم پنیک میشم. بیا اینجا. بیا ای کیک. امیر میدونی که من چقدر دوستت دارم. آره ای بابا من از این حرفا ببین محمود دارم میترسم. گان چی گرفته؟ میدونی حاجی خیلی. بهم بگیر. نه بیا پایین ببین پشت یخه دیگه. پشت یخه. داداش دراز. نه دراز و کلفته گانه. دراز و کلفته. یه چیزیه که فرو بره دردت میگیره. محمود جانم عزیزم. منو پنیک نکن نامو. بیا عزیزم شتم زده بیرون. بیا نه چی میگم من، شتم زده بیرون. چرا گیر میکنه آخه صفحه همش. به نازم اسکوپ اما یه چیزت دونه من چرا حساب محمود زیر پا محمود باش نخوام نمیشه. قمنگیزم. محمود چیزش کن. محمود خفش. لاشو بزن. آره لاشو به نازم. زدم. لاشو زدم دیدی؟ من دارم رقاصی میکنم. امیر کجا؟ امیر باید برکت همه ببینم میتونه پولت بزنیم. یه جوری ولش کن. ام پی بیا. ببین محمود بیا اینجا. ای خاک. چی شو؟ ببین یه بار دیگه شو بدیت میزنم. ای پی پشمو یا اول پول زده جی. روشن کرده. بیا یخم نمیزم. امیر فقط با ام پی چل. یه جوری نکن. بیا ام پی یخ تو بر همین یخ تو بر. بیا چت شدی؟ من پیچلام رد نمیده یا نگاه. امیر سعی کن از دور بزنی با ام پی. بذار برزیل مود. اوه بی آرمود. حاجی نمیخوره. حاجی من میرم اپا. محمود ولش کن. وایسا. بگی محمود. وایسا محمود ای ریدم دهنت داره در میره دور بزنه. لشی بیا اینجا پایینی یا بالا؟ آقا خب بگو پایین. ای لاشکس. نه اومد پایین. شیفتم نمیگیره وای. شیفته شتش پشت یعنی یه وضعیت خیلی خرابی داریم الان. من ولی هد زدم. فقط چیز نگرفتم. یا ابلفر این کی بود؟ خودم بودم. آقا من یه سری چیزای نهفته رو دارم گذاشتم مانیتاژ. مثلا بیت باکس بلدم، تقلید صدا بلدم دیگه. بالاخره آدم باید اینا رو قبل مانیتاژ شدن نذاره که محفوظ باشه. یوی بچه ای امیره مینی یوزو بزن. ای پشم.
محمود یونفی بزن محمود بود تو که رو فکر نکنم بخوره پینگم مال منم رفت پینگش رفت. واسه پینگم من پنیک شد یه لحظه کفو داره میخوره امیر محمود بزن محمود بپر بزن بابا ناموسن نخور تک تو این شانس ندارم مت ندارم آجی محمود پرقدرت برگشتی چیکار امیر محمد محمود من چیت زدم نگاه اینجا رو ایرانو محمود میزنه با مطمئن محمود نگاه چیت زدم ببین محمود چی تو اون از تو بهتر محمود وایسا محمود چیت قدیمی زده من چیت بروز زدم حاجی ده نمیخوره چیتم نمیگیره دادید نمیپیچل از کامسون دمت گرم داداش وایسا بابا همشو میس داد خب دیدین دیگه میس داد حاجی پیکنیک هم دست پیش کار نکرد پیکنیک رو برام از چین آوردم به درسگا چینی گفتی اینکه چینی حاجی بچه سنسمو تندتر کردم ببینم ایران چجوری یا همین من شانسی یه تو زدم خورد تو دادم وای چقدر سخته با این بازی کردن وای خیلی سری شده اصلا نمیدونم کجاست انقدر پنیک شدم من امیر محمود خب چیزو بیا پایین وای امیر یه لحظه وایسا سنسشو درست کنم ریدم تو سنسم خیلی سر محمود من شاق شدم میخوام با مینیوزی بزنم بابا بازم سریعه که آقا من وسطش اومدم یه تغییراتی اعمال کردم ریدم بابا نمیشه وایسا وای این فرار کن روشن شد نگاه کن هی گیر میکنه محمود محمود رخم نیمد بچه واسه خرید کیبورد بنده به پیوی مراجعه کنید شیفتش خرابه چرا چرا میخوای جا کنی یکی دیگه بخوای بندا بره یکی دیگه بخوای حاجی 3 بار یه چیزی من بهتون نشون بدم نگاه کن اینجا من ایو میزنم خب برای اینکه یخ دستم بره خب اینجا که میزنم یه لحظه وایسی نگاه کن اینجا رو نگاه کن 3 بار من با رو بزنم بره نگاه میبینین با دیلی میره محمود چیز اصلا سایده خب امیر بیا داداش من وان شات دارم بازی میکنم ناموسن خب من بذار دیزت بزنم محمود وای من شیفتم منم تبم داداش آجی احساس میکنم محمود وقتی بچه ولی مثبت هم خیلی تخیلی ها یعنی کثیف دیگه بهتون البته مثبت همه کثیف داغونه دیدم مال همه رفیقام اینجوری بعد همه یه کیکی نوشابه یه ساندیسی یه چیزی روی زدن امیر بیا پایین کجاییز محمود میره آره کنه آجی امیر تو رفتی اون بر من اومدم این بر محمود نمیدونم چرا کاراکتر ریوایور رو برده نمیدونم چرا داداش من اصلا کاراکتر نچیدم آره بدون کاراکتر چیدن اومد درست نشدی؟ محمود استاد روشن کردن در راندای آخره کامبک تور داره یه کار نمیکنه کامبک بشه امیر داداش امیر رفتی تو زون بچه ها این کاستوم دوستانه بود امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین اگر با ویدیو حال کردین اول از همه لایک دوم کامنت سوم سابسکرایب به کانال من فراموش نشه کانال امیرم لینکش داخل دیسکریپشن هست حتما یادتون نره که ساب کنید عاشقتونم تا ویدیوی بعد خدافظ